و 8.5 قسمتمون هیچ اتفاقی توش نمیفته. سمیرا میگه که یه زنگم حالا به دستمالچی بزنیم ناراحت نشه، ستایی واسه بزنم پشت در آقای دستمالچی میگه فشار بده فشار بده. یه آقای فرنود کی سیگار میداد به مالک. چیزهای سرهم بنده شده عجیب و غریب تری داره این سریال. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمدم و با ماهان امروز توی کانال فیلمی شو اومدیم که قسمت آخر سریال زخم کاری رو بالاخره با هم دیگه بررسی کنیم. منم سلام میگم به همه عزیزانی که با ما همراه هستن و ویدیوی ما رو تماشا میکنن با قسمت آخر سریال زخم کاری و بالاخره این سیرک عجیب و غریبی که تموم شد. البته ممکنه که موقت باشه تموم شدنش، یعنی اصلا دور از انتظار نیست با پایانی که ما دیدیم، نه به زودی ولی شاید مثلا 2 سال دیگه یهو دوستان هوس کنن دوباره ادامه بدن زخم کاری رو که قبلا راجع به این هوسشون صحبت هم کردن. خب فصل 4 سریال زخم کاری همونجوری که در جریان هستید آقای مهدویان به ما پول نداده بود و ما به همین دلیل اومدیم و ازش ایراد گرفتیم، گفتیم که چقدر شما سریالت ضعیفه. به جز قسمت دومش، یعنی قسمت دومش پول داده بود، ما گفتیم که قابل قبوله در لیگ زخم کاری، اما دیگه بعد از اون دیگه پرداختی‌ها انجام نشد و ما هم گفتیم ضعیفه. هنوز این راه ارتباطی بازه. من با آقای مهدویان میگم اگر که خواستید فصل 5 بسازید به ما ایمیل بدید، شماره کارتو بفرستین واسهتون و میدونید که دیگه مافیای نمایش خانگی کیه. ما میتونیم سریال شما رو بیاریم بالا حسابی. قبل از اینکه شروع کنیم بریم وارد قسمت بشیم، میخواستم به رسم همه سریالی که تمام میشه تشکر کنم. اول از همه عزیزانی که دنبال کردن ویدیوهای ما رو توی این 8 قسمت و از عزیزانی که هنوز هم کانال ما رو سابسکرایب نکردن و دنبال نکردن. اگر که علاقه دارید به این فضا، به بررسی فیلم و سریال، میتونید که به جمع ما اضافه بشید. یک فلش بک داره قسمت آخر زخم کاری. فلش بک رو من اصلا خیلی حرف خاصی ندارم راجبش بزنم. 2 تا مسئله دارم. یکی این که فلش بک قراره کارکرد دراماتیکی داشته باشه که اصلا به نظرم کلا غلطه که سر جای خودش راجبش صحبت میکنم، یعنی اصلا نمیفهممش این کارکرد دراماتیکی که قرار داشته باشه رو. و بحث دومم هم که اصلا بحث فنی نیست و واقعا برام سوال اینه که آیا با اون آهنگ میشه رقصید واقعا؟ یعنی اینم یه چیزی که برای من سوال، اصلا بحث فنی نیست. واقعا سوال داشتم اینو. از فلش بک که میگذریم میرسیم به سکانسی که خانم در واقع سیما با مریم خانم دارن اونجا رو آماده میکنن که آقای مالک بیاد و سورپرایز شه. آیا شما هم حس کردید که مریم خانم چقدر اغراق‌آمیزه؟ یعنی شما وقتی کاراکترت توی تمام این قسمت‌هایی که ساختی هیچ نقشی نداره، یعنی تمام نقشی که ما ازش دیدیم یا داشت گریه می‌کرد یا داشت عکس می‌گرفته، الان یه دفعه این اینقدر صمیمیه، با این میاد دست میندازه دور گردنش، با هم آهنگ میخونن، بعد اینقدر ذوق داره، اینقدر شاده، اینقدر خوشحاله، انگار که تمام اون کارهای خانمانسوز ایشون انجام نداده، اونم عکس گرفتی فرستادی اصلا انگار کلا یادش رفته چی کار کرده بوده قبلا. من میمیرم و اصلا مگه میشه؟ یعنی شما یه کاراکتری رو تو کل قسمت‌هات هیچ کاری بهش نداری، یه دفعه میای توی یک لحظه انقدر پررنگش میکنی که برای من مخاطب اذیت کننده میشه این پررنگیش و این صمیمیتی بیش از حدی که با سیما داره که من تو 8 قسمت قبلی ندیده بودم. مثلا یه دفعه‌ای تو قسمت 9 و قسمت پایانی میاد این کارو میکنه و یهو اینا خیلی با هم صمیمی میشن. توی اون سکانسی که جواد عزتی میاد و وارد میشه لحظات خوبی پیدا میشه. به نظرم بازی جواد عزتی خودش خوبه، اون نورپردازی نور قرمزی که روش افتاده خوبه، اون تعلیقی که وجود داره که سیما پشتش در واقع به جواد عزتی به مالکه و ما میبینیم که یه بالش دست مالکه، اون تعلیق خوبه. اما خب خوب بودن تا همینجاست، یعنی از اینجا به بعد دیگه اون خوب بودن تمام میشه. یکی بحث تقلا کردنه، یعنی موقعی که بازیگر داره خفه میشه تو نقشش و قرار تقلا کنه. تو نماهای بسته خب ما چند تا دست میبینیم که میخوره به صورت جواد عزتی، تو نماهای باز مشخصه که اصلا تقلایی وجود نداره، یعنی خانم الناز ملک خوابیده و هیچ کار خاصی هم نمیکنه. خب تو نمای بسته چون که فقط با دسته تونستن این کار رو انجام بدن، تو نمای باز تقلایی وجود نداره. و بعد دیگه دستو کشو کردن و دنبال بیبی چک، یعنی کسی که داره خفه میشه دنبال بیبی چک میگرده، اینجوری قشنگ دستش میچرخونه و بعد در میاره. و نکته جالب تر اینجاست که آقای مالک روشو کرده اونور، انگار که مثلا اینجا یه اتفاق بدی داره میفته نمیخواد نگاه کنه، اینجوری روشو کرده اونور. و خب شما وقتی داری یکی رو خفه میکنی اصلا من میگم اوکی، از نظر احساسی طرف زنت شاید نمیتونی نگاه کنی کاری که داری انجام میدی رو، صدای کشوهر رو که میشنوی داره باز میشه، یعنی لازم نترسید یه چیزی بزنه تو سرت، یعنی اصلا برای من منطقی نیست دیگه اینجا. و مریم خانم هم شما تو اون سکانس بهش دقت کنید، یعنی شمع رو یه جوری داره میچینه که انقدر طول بکشه که این خفه بشه، یعنی انگار که داره چای پخش میکنه، با یه دقتی میاد این شمع رو برمی‌داره هی دونه دونه میذاره. و میگم 2-3 تا لحظه خوب تو اون سکانس وجود داره ولی به جز اون چیزی نداره.
بله، من هنوز دارم به مافیای نمایش خانگی که ما هستیم میخندم که ما قراره مثلا با 6-7 سابسکرایبر یه سریالی رو بیاریم بالا و ارقام زیادی هم میگیریم. دوستان خواستید ایمیل بزنید یادتون نره. به نظر من زخم کاری اولین سریال، یعنی اولین سریال که یک فصلش 2 قسمته، شاید حتی 1.5 قسمت اگر دیگه اغراق نکنیم، و واقعا خیلی برام جالب بود. ما 10 قسمت میسازیم و 8.5 قسمتمون هیچ اتفاقی توش نمیفته. یهویی میایم اتفاقا رو انقدر میریزیم تو 2 قسمت 1.5 قسمت که واقعا تایم کم میاریم. یعنی اگه شما حساب کنید این قسمت میتونه یه 10-15 دقیقه دیگه تایم داشته باشه تا یه مقدار به جزئیات بپردازه. راجع به مریم خانم صحبت کردی، به نظر من این کاراکتر واقعا آدم پررویه. یعنی شما فکر کن من میرم زیراب ماهان رو میزنم، مثلا یه جای کار میکنه زیرابش میزنم، بعد اصلا انتظار نرم ماهان رو اخراج کنم، بعد که اخراجش میکنم میگه چرا اینجوری شد. مریم خانم توی خونه از همسر یه آقایی با یه آقای دیگه عکس میگرفت میفرستاد، میدونست این عکس‌ها قراره خب یه اتفاق براشون بیفته دیگه. بعد چه آدم نمک نشناسی اینجوری میاد دستشو میندازه گردن این خانومه و اینها، بعدش هم که کشته میشه میاد وسط خیابون اون زجه هایی که میزنه و اینها. میدونی غیر قابل باوره. راجع به فلش بک من هم راجع به فلش بک خودش نمیخوام چیزی بگم. من سوالی که از شما دارم اینه که اون فلش بکی که دیدیم بچگی خانم سمیرا بود، اون چی شد الان؟ ما الان به کجا سریال تموم شد دوستان؟ اون فلش بک این وسط نمیدونم واقعا آقای مهدویان چیکار میکنه. یه نکته دیگه هم که هست، این تیکه های خوبی که توی این قسمت بود، حالا من پایانش هم 2-3 تا تیکش بود، نشون داد که آقای مهدویان میتونه کار خوب بسازه. طبعا قبلا هم ساخته و ما 2-3 تا از فیلم‌های سینماییش هم دوست داشتیم، ولی نه وقت براش میذاره و شاید اصلا براش اهمیتی نداره. به نظر من آقای مهدویان میتونه یک سریال خوب بسازه. بله، ما عموما وقتی که یکی یک کار بد میکنه یا نظرمون با نظرش یکسانی بهش نمیگیم بی سواد. بله. خب راجع به مریم خانم من صحبت دارم. ببینید مریم خانم موقعی که در واقع مالک میاد بیرون و بهش میگه که برو پیش سیما، میره پیش سیما و شما طبیعتاً موقعی که میری و یه همچین چیزیه یه بهتی وجود داره، یک شوکی وجود داره. اصلا اینا رو نداره کاراکتر مریم خانم. یعنی اینکه انگار از قبل میدونسته که سیما اونجا مرده، یعنی وقتی که میره داره جیغ میزنه. و مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ یعنی شما رفتی مواجه شدی، یه ذره شوکه شو، یه ذره توی بهتی فرو برو، یه ذره تلاش کن. از همون اول آقای مهدویان مثلا فکر کنم یواشکی بهش گفته از پشت دوربین که این مرده و حواست باشه میرون تو. اصلا مگه میشه؟ بعد میاد بیرون اون زیر بارون گریه کردنش که واقعا من صدای تلویزیونی کم کردم. یعنی واقعا سردرد خالص بود اون سکانسی که اومد بیرون و خواست گریه کنه. از اونور دوست عزیزمون برگشت توی این قسمت، بنده خدا بود 1-2 قسمت اول بود و بعد بهش گفتن شما فعلا بشین بیرون ما بتونیم کارامون رو انجام بدیم. آقای دستمالچی که خیلی هم حواسش میگفت من به همین چی حواسم هست و هم پشتتم و دنبالتم و هم اینجوری هم و داشت میرفت همه رو نصیحت میکرد، اصلا کلا یهو من نمیدونم کجا رفت و خودش هم هیچ کاری نکرد. یعنی تو سریال این قسمت آخر یهو سمیرا میگه که یه زنگم حالا به دستمالچی بزنیم ناراحت نشه، مثلا اومد اونجا بعد مثلا درباز کردن پلیس که خیلی دیگه جوک بود. یعنی دوستان ستایی واسه بودن پشت در، آقای دستمالچی میگه فشار بده فشار بده و بعد دوستان هی داشتن اینجوری فشار میدادن که در باز شه. اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود اصلا اون صحنه. فشار بده باز میشه، فشار بده با هم آقا با هم. و بعدش همین مریم خانم رو ما میایم چیکار میکنیم؟ آقای مهدویان هر کاری دوست داره با کاراکتراش میکنه دیگه. مثلا مریم خانم تنها کسیه که در واقع اون ارتباط رو داشته با کاراکتر سمیرا. ما خیلی یهویی میبریمش زیر ماشین که اونم بمیره و بعد تازه ماشینی که بهش زدن فرار کنه و اصلا همینجوری دیگه. یعنی قسمت آخره بریم سریعتر قضیه رو جمعش بکنیم. اصلا یه چیز سرهم بندی شده یه خیلی عجیب غریبی. البته این که میگم سرهم بندی شده جلوتر حالا بهش میپردازم، چیزهای سرهم بندی شده عجیب و غریب تری داره این سریال. یه کاراکتر دیگه هم وجود داشت که من اصلا نفهمیدم چی بود و چی شد. خانم فرناز رو دوستان رفتن اذیت شد، از ترکیه آوردنش تا اینجا. ببینید در فیلمنامه یه چیزی وجود داره بهش میگن نقطه بحران. یعنی اینکه آقا ما یک نقطه بحرانی وجود داره، کاراکترهامون میان درگیر اون بحرانی میشن، یه کشمکشی دارن، دست و پنجه نرم میکنن با اون بحرانه تا بحرانه حالا یا شکست بخورن یا ازش به سلامت عبور کنن. این نقطه بحرانی که برای سمیرا قرار بود طراحی بشه ورود فرناز بوده و اصلا چی شد؟ یعنی فرناز اومد ما اصلا دیگه پلان هم ازش نداشتیم. یعنی یه دونه اومد از در اومد وارد دفتر شد، اصلا بقیه‌اش هم ندیدیم که چه بلایی سرش اومد. بعد اصلا جوکه مگه؟ یعنی ما همون جوری که سر هم بندی اصلی به نظرم اینجاست. یعنی ما همون کاری که فصل پیش با فرناز کرده بودیم الان هم همون کارو میکنیم. میام یه جنازه میندازیم اونجا،
آقای مهدویان گفته ولش کن، حوصله نداریم بابا بریم، مثلا فرناز اونقدر مهم نیست، اونقدر آدم باهوشی هم نیست، میریم دوباره همون کارو میکنیم، یه جنازه میندازیم اونجا میگیم که فرناز اومده اینو کشته. و اصلا چرا خودتون فرناز نکشتید؟ شما که خوب آدم میکشید. اصلا چه نیازی بود که نقشه بکشید؟ می‌خواستید فقط اون وکیل بنده خدا رو، یعنی می‌خواستید فقط تعداد قتلای تو قسمت آخر من اسم می‌کنم بیشتر بشه. وگرنه خب میتونید مستقیم فرناز بکشید. اصلا اون وکیل بنده خدا کاری نداشت به شما. تازه اومد لو هم داد، گفتش که فرناز اومده پیش من، همچین حرفی هم زد. بله، راجع به آقای دستمالچی ما صحبت کردیم. آقای دستمالچی به قول ماهان هیچ کاری نکرد بنده خدا. یعنی اینکه هیچ اصلا اولا که گره چی بود که آقای دستمالچی دنبالش بود، یعنی اصلا صورت مسئله رو ما نمیدونیم. و اومد اینجا بهش گفتن که بیا سر بالای جنازه و اینها، بعد مالک رو گرفت برد و اونجا هم ناتوان بود، یعنی مالک رو داشت ولی میرفت جلوی دکتر وای میساد میگم من که پیدا میکنم این چی کار کرده، ولی حالا شما میتونید خوبش کنی یا نه. یعنی باز هم منتظری که مالک خوب بشه بهش یه سری رو بگه. یعنی اصلا یه چیز عجیبی آقای دستمالچی. و یه سوالی که برام پیش اومد اینه که آقای دستمالچی واقعا هیچ شکی به کاراکتر سمیرا نداره. توی ختم هم اصلا نگاش نکرد، فقط به اون سماوات گفت اینجوری، و سماوات داشت اینجوری گریه میکرد، یا گفت من نمیدونم. یه کاراکتر دوست داشتنی دیگه ای هم ما توی این فصل داشتیم، کاراکتر آقای پسر آقای فرنهاد که حالا دیگه ما به اسم فرنهاد میشناسیمش، فرهاد فرنهاده، حمید فرنهاد. بله، آقای فرنهاد توی این فصل یکی از دوستان یه کامنت جالبی گذاشته بود، نوشته بود که اگه آقای فرنهاد نبود کی سیگار میداد به مالک. به علاوه اون دستش هم که همیشه تو جیبش بود. ما دیدیم که آخر این قسمت فهمیدیم خیلی خسته است، خیلی خسته شده. ما نفهمیدیم چی کار کرده که خسته شده، چه فشاری روش بوده. درگیر هیچ درامایی نبود، هیچ بحرانی توش نقش نداشت، هیچ اتفاقی هم براش نمیافتاد. فقط یک تنها کاری که کرد رفت در اون ویلا رو باز که اون وکیل بنده خدا بره استخدام بشه سریع چون پول نداشت. و همین آقای فرنهاد رو من اصلا نفهمیدم. یه نکته ای راجع به اون سکانس قتل سیما، جدا از این که انسان وقتی غریزش درگیر میشه فکرش دیگه کار نمیکنه. شما داری وقتی پرت میشی پایین اینجوری مثلا رو هوا چنگ میزنی، دیگه فکرت کار نمیکنه. شما تحت هر شرایطی داری خفه میشی دنبال یه چیزی مثلا تو کشو نمیگردی، مثلا یه بوق در بیاری بترسونی طرفو. قطعا اون بیبی چکم داستان بود. ببینید خیلی از دوستان ناراحت شده بودن بابت مرگ سیما که خب طبیعی هم هست، اما یه نکته خیلی ریزی اینجا وجود داره که باید بهش اشاره کنیم. به نظر من ناراحتی مخاطب به خاطر این بود که ما توی اون قسمت میدیدیم سیما به عنوان یک مادر بارداری که ذوق داره به همسرش بگه کشته شد قبل از اینکه بتونه بگه. ناراحتی بابت رابطه مالک و سیما و کلیت کاراکتر سیما وجود نداشت به نظر من، که خیلی نکته مهمیه. یعنی شما اومدی 4 فصل یک کاراکتری رو ساختی، یه رابطه یا توی این فصل با مالک باهاش تشکیل دادی، با هم دیگه ازدواج کردن. من حس می‌کنم مخاطب برای اون ناراحت نیست که این اتفاق افتاده، صرفا برای اینکه سیما خب تحت شرایط بدی و توی نقطه‌ای کشته شد که نباید کشته میشد، مخاطب ناراحته که باید بهش توجه کرد. راجع به سیما که اصلا خب یه چیزیه که ذاتاً ناراحت کننده است، یعنی دوستان ما تلاش خاصی نکردن و یه حس کلی غمیه که وجود داره و اصلا چیز خاصی نیست که مربوط به این کاراکتر باشه. یعنی به جای سیما برای سمیرا هم این اتفاق میافتاد ما ناراحت میشدیم، برای یکی دیگه برای مریم خانم هم این اتفاق میافتاد ما ناراحت میشدیم. من میخوام به فرنهاد اشاره کنم، من به کاراکتر جذاب دیگه میخوام اشاره کنم، خانم مرجان که به عنوان بادیگاردی تو این 2 قسمت آخر وارد شدن. ما برامون سوال بود که آقا ایشون برای چی لپ لپ در اومده؟ آقای مهدویان جواب داد به ما تو این قسمت، برای اینکه بیاد کارهایی که باقی مونده که آقای مهدویان نمیتونه تو قسمتش انجام بده رو انجام بده. مثلا یهو اومد بعد یهو تصمیم گرفت به پانی خیانت کنه، رفت و با سمیرا اصلا نمیدونم این میگفت که از اون موقعی که من تو مالزی مواد درست میکردم این با من بوده، حالا یهویی چرا بهش خیانت کرد نمیدونم. اون اومد که همه کار بکنه دیگه، یعنی اومد کمک کنه به آقای مهدویان هر جایی که در واقع عقب مونده رو. و بعد تو اون سکانسی که قرار پانی کشته بشه اصلا هوش این آدم مگه میشه اینقدر ضعیف باشه؟ شما از یه راه فرعی اومدی و خودت هم اعتراض میکنی، میگی چرا داری از این مسیر میری؟ بعد 2 نفرم جلوتن، 2 تا ماشین جلوتن، بعد یهو میبینی شما اونجا سمیرا رو، بعد دوباره چجوری هم مرجان کمک میخوای؟ یعنی این شخص همونیه که تو رو آورده تو این مسیر که با اینا رو به رو بشی. بعد از مرجان کمک میخواد، صداش میکنه، مرجان هم ماشین پیاده میشه، بعد تازه تعجب میکنه وقتی روش اسلحه کشیده. و لحظه مرگش که اصلا یه فاجعه بزرگه، یعنی کاش که ما نمیگرفتیم این صحنه، کاش فقط مثلا دوربین میرفت رو سمیرا فقط صدای شلیک میومد. اصلا چی بود این؟ یعنی شلیک انجام میشه، تیر خورده تو پیشونی پانی، تازه دهنشو باز میکنه از تعجب. اصلا یه چیز عجیب غریبیه اون سکانس. اصلا من واقعا نمیتونم یعنی تصور کنم که کسی اومده دیده اینو مثلا بعد از تدوین و گفته که اوکی بریم بگیریم.
اصلا هیچ جوره نمیفهمم. یعنی شما سرهمبندی کردی خودت هم فهمیدی سرهم، اصلا نشون نمیدادی، از شلیکه رو نشون نمیدادی. میشد شلیکو نشون نداد، مشخص بود که اونجا قراره کشته بشه کاراکتر پانی. و بعدش میرسیم به اون سکانسی که آقای شفیع‌زاده اونجا زندانی بود، میاد بیرون و سکانس بعدیش کنار سمیرا وایساده. یعنی به همین سرعت این اتفاقات داره میفته و همونجا هم دوباره آقای فرنهاد دستش تو جیبشه وایساده و اصلا من نمیدونم واقعا این کاراکتر چی بود اونجا و چی کار داشت میکرد و دستش تو جیبشه، بعد دوباره میره آخرش یه رأی میده مثلا اونجا به سمیرا. اصلا من نمیدونم داره چی کار میکنه این آدم. راجع به تشییع جنازه گفتی، به نظر من اصلا بلد نیست آقای مهدویان بسازه این مراسم رو. یعنی تو فصل‌های قبلی هم نتونسته بود بسازه و برای اینکه زور بزنه که اون حالت غم رو به وجود بیاره، یه تصاویر اذیت کننده ای از جنازه میده که اصلا خیلی واقعا این تصاویر به نظرم اذیت کننده است و اصلا جالب نیست دیدن این تصاویر. به علاوه اینکه حالا بنده خدا که اونجا خوابیده و داره نقش جنازه رو بازی میکنه، داره نفس هم میکشه، یعنی کامل اینجوری شکمش داره بالا پایین میشه که اونم اصلا بازم اون یه اتفاق عجیب و غریبیه. در کل بلد نیست، یعنی نمیتونه این مراسم رو نمیتونه، یعنی حفظ احترام برای این مراسم نمیتونه بکنه. میاد سریع یه دونه تصویر بسته از جنازه میده که اونجا زیر خاک آماده است که خاک بریزن روش. اصلا این چه تصویریه که ما میبینیم نمیدونم. در مورد کاراکتر پانی ببینید، اگر خاطرتون باشه فصل پیش چجوری یوهویی از لپ لپ در اومد، یوهویی اومدن گفتن که خب یه پانی نامی هم هست که این هم جزء تعمونده ریزآبادیاست و همونجوری که اومد همونجوری هم حذف شد. من واقعا نفهمیدم، نه کاراکترش رو دوست داشتم، نه بازی خانم شریفی یا داخل این سریال رو دوست داشتم. و سکانس مرگش هم دوستانی که بازی‌های ویدیویی انجام میدن به صورت اینترنتی با واژه لگ آشنا هستن. فکر کنم آقای مهدوی اون موقع اینترنتش سرعتش خوب نبوده. در مورد اعتراف مالک میخوام صحبت کنم که فوق العاده است. ببینید آقای دستمالچی 4 فصل دنبال مشکلاتی بود که مالک به وجود آورده، آقای سماوات اومد تو 10 ثانیه حلش کرد. یعنی سماوات آوردشون جلوی مالک، بعد داشتم با هم دعوا می‌کردن اینا، همکارش گفتش که آقای دستمالچی این شهر میشه، بذار بریم جلوش بریم. گفت الان همه چی رو میگه. خب آقا این حالش خوب نیست، اجازه میدین من برم تو؟ صبر کن تو بگم. و مالک تو 10 ثانیه گفت من اینو کشتم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم فلان و تموم شد و آقای دستمالچی به آرزوهاش رسید. براش آرزوی موفقیت میکنم. خب ببینید آقای سماوات هم دوباره از اون آدماییه که یه دفعه از آسمون اومد که دوباره اون کارهای عقب مونده آقای مهدویان رو سریع انجام بده. اومد که فقط مالک بشینه جلوش و اعتراف بکنه و دیگه عادت آقای مهدویان یه همچین داستانی. یه دونه سکانس من میخوام راجع بهش صحبت کنم. اون چیزی که تو فلش بک گفتم که قراره یه کارکرد دراماتیکی داشته باشه اون آهنگه و اصلا از پایه غلطه اینجاست. یعنی جاییه که ما مالک رو میبینیم که نشسته رو تختش و تو توهمش داره سیما رو میبینه و اصلا مگه میشه یعنی همچین چیزی؟ یعنی مالک از چیزی که سیما براش آماده کرده بود که سورپرایزش کنه که آگاه نبوده و اتفاق هم نیفتاده. من واقعا برام سواله که چجوری این دوست عزیز اون صحنه رو داره توهم میبینه. یعنی کاری که سیما قرار بوده بیاد مالک تو خونه اتفاقات بیفته سورپرایز کنن، بعد از اینکه متوجه بچه شد قرار بود بیاد به مریم خانم این آهنگ رو بخونه با همون سازی که دستش بود. هیچ کدوم این اتفاقات نیفتاده و مالک من نمیدونم چجوری یه دفعه اون توهم رو میبینه. من از نظر روانشناسیش کاری ندارم، از نظر سینماییش کامل غلطه. یعنی اینجوری شما نمیتونی دراماتیک کنی یه چیزی رو. آخه من یه آهنگی رو تمرین کرده بودم که تو خیلی دوستش داری، خواستم سورپرایزت کنم. کاراکتری که یه چیزی رو ندیده و لمس نکرده و اصلا انتظارش رو نداشته و حسش نکرده، چجوری الان میاد توهم همون لحظه رو میبینه که در واقع ما بخوایم به زور یه چیزی رو دراماتیک کنیم و مثلا دلمون بسوزه برای این کاراکتر که اون لحظه رو نتونست تجربه کنه. وقتی کاراکتر از یه لحظه خبر نداشته، قطعا توی تخیلاتش و تو توهمش هم نمیتونه اون لحظه رو تجربه بکنه. و فصل در واقع 5 رو اگر قرار باشه دوستان داشته باشن که اصلا هم بعید نیست، یعنی ما میایم یه جوری میبندیم فصل 4 رو با یک نگاهی از مالک که اصلا من نمیدونم معنیش چیه. یعنی الان ما تو فصل 4 به نتیجه گیری نرسیدیم، یعنی مشخص نیست ما این 4 فصلی که دیدیم نتیجهش چی بوده. یعنی سمیرا اومد این همه آدمو کشت و در نهایت شد مدیر اون هلدینگ و اصلا من نمیدونم یعنی باید چه حسی داشته باشم. و چیزی که ما داریم میبینیم تو فصل 4 واقعا اسمش فصل نیست. یعنی من فکر میکنم فصل 4 که من دیدم کل این 9 قسمتش رو حس میکنم که مثلا انگار 1-2 قسمت مثلا دیدم که چسبیده بود به ته فصل 3. ولی خب دوستان
تحت عنوان فصل 4 ساختنش. چیزی هم که میگی ما توی این فصل و فصل قبل هیچ وقت این ارتباطه رو، یعنی مثلا میگم یه کدی بهمون بده که این آهنگ بینشون مثلا خوب بوده هم وجود نداره حتی توی این فصل، که آقا مثلا اگر هم میگیم که پیش بینی نمی‌کرده که این کارو میخواد براش بکنه، حداقل وقتی که ما میگیم مالک میدونسته این آهنگ رو برامون منطقی باشه، ولی حتی این کار رو هم انجام نمیده. نکته‌ای داری شما؟ من نه دیگه نکته خاصی ندارم و فصل 4 سریال زخمکاری هم تموم شد. من امتیاز یادم نمیاد، فکر می‌کنم به فصل 3 دادیم یا 4 دادیم، مطمئن نیستم کدوم میشه، اما قطعا امتیاز این فصل پایین‌تره. یعنی من بین 1 و 2 شک دارم توی این فصل و اصلا یه چیزی بود که میگم شاید قبل از پخش و قبل از شروعش ما فکر می‌کردیم که بهتر بتونه باشه از فصل 3 و هنوز هم فکر میکنم که یعنی اگر زمان به عقب برگرده و با یک شیوه دیگه نوشته بشه فصل 4 قصهش میتونست خیلی موفق تر باشه. اما چیزایی که ما تو فصل 4 دیدیم، مثلا ما مالک رو دیدیم که 2-3 قسمت اول فصل اصلا هیچ مشکلی نداشت، یه دفعه‌ای مثلا شروع کرد تبدیل شد به یه آدم دیوونه‌ای که اصلا میگم دیگه، یعنی آقای مهدویان هر کاری میخواست میکرد، یعنی توجه نمیکرد که روایت چیه و قصه چیه، صرفا با یه نقاطی میخواست برسونه کاراکتراشو و اون نقاط هم رسوند و سریالشو جمع کرد. این نکته‌ای که هست، ببینید اگر فیلمنامه منسجمی داشت این 4 فصل، ما توهم‌های مالک رو بعد 1-2 قسمت آخر فصل 3 میدیدیم که یک مقدمه‌ای باشه برای اتفاقی که قراره برای کاراکتر توی فصل بعدی بیفته. ولی وقتی که همچین چیزی وجود نداره، ما هر فصل توی کاراکترامون یه چیزی دیگه، ما گفتیم توی ویدیومون این فصل خنگه، فصل بعد باهوشه. ببین یه چیز استاندارد، چیز عجیب و غریبی نیستش. بله فصل آخر زخمکاری بود انشالله و شما ممنون که همراه ما بودید توی این 10 ویدیو. خیلی خوشحالیم که شما رو کنارمون داریم. خدا نگهدار.